خالد وضع این مملکت از بی خراب است با تشنه لبانیم به وطن آب سراب است مادری شبی گفت که مرد تکیه گه توست این تکیه گه ما که 1000 ساله به خواب است از منطق و انسانیت اینجا خبری نیست از حق زنان در وطن ما سری نیست گوید که شکر سرت روی تنت هست سر راجع کنیم وقتی عقلی به سری نیست خالد قسمت میدهیم این حرف کلان شه رنج زن افغان غم زنهای جهان شه مردان خدا بر سر سجاده نشستن تو حداقل پاشو که دنیا نگران شه